سلام دوستان، اومدیم خدمتتون با آموزش هیروی سولو. جدیدترین هیروی بازی موبایل لجند. واقعا یه هیروی متای خوبه که تو لاین جنگل بیشتر استفاده میشه، البته تو لاین دیگه میشه استفاده کنی و واقعا بهترین هیرویه که تو این سال برای بازی موبایل لجند اومده. خب دوستان، حالا بریم سراغ معرفی اسکیل یا مهارت‌هاش که دو منظور است، یعنی دو تا کار رو انجام میده واسهتون. یکی یکی خدمتتون عرض میکنم. مهارت اولش یه حالت فیلتر یا همون فلیکر مانند داره که شما رو به جلو پرتاب میکنه و یه دمج تقریبا خوبی هم قابل قبولی هم وارد میکنه، همونطور که میبینید. یه بار دیگه انجامش میدیم، بله میبینید به جلو پرتاب میشه و واقعا یکی از بهترین مهارتاش همینه. حالا مهارت دومش روش دیگه است، به این شکله که میکشی یه چند لحظه نگه میداری، با این نیزه بزرگ تو سر دشمنش میزنه و سر اونو تقریبا گیج میبره و برای تقریبا یه ثانیه اونو نگه میداره. یه بار دیگه نگاه میکنی، میکشی، تخت میکنی، میزنی. البته اگه اون نوار پایین که پر میشه تا قبل اینکه اون تموم بشه به این صورتی مشاهده میکنید انجامش ندیم، میسوزه و دیگه کاربردی نداره. برای انجام مهارت دومش باید نزدیک اون هیرو بشی و روش بزنی رو مهارت دوم. همونجور که دیدی یک دمج تقریبا خوب وارد کرد که اگه جون هیروی دشمن 10 تا 15% بشه، اگه تاگ نباشه کارشو تموم میکنه. حالا روش دوم، مهارت دوم به این صورتی که دست روش نگه میدارید و اون ضربات رو با دو شمشیر که تو دستشه وارد میکنه. تقریبا شبیه هیروی، تقریبا شبیه انیمه ناروتو و ساسکه یا همون ماداراست، تقریبا کپی اون ساختنش و واقعا هیروی خوبیه. مهارت سومش هم نزدیک و هیرو میشیم، روش میزنیم و خودش به عقب پرتاب کنیم که واقعا اینم مهارت عالی و کاربردیه. کلا تمام مهارت ها یا همون اسکیل های این هیرو محشره. برای استفاده دیگه این مهارت سومش یا همون اونتش میکشیم و نگه میداریم، یه تیر با دمج خوب وارد میکنه که اگه اون هیروی مقابل جونش 10 تا 15% باشه کارشو تموم میکنه. یعنی واقعا مهارتاش کاربردی و عالیه. حالا اگه بخوایم مهارتاشو با هم ترکیب کنید، همونجور که می‌بینید ابتدا مهارت اول، سپس دوم رو نگه میداریم و در آخر مهارت سوم رو میزنیم روش که به عقب خودش رو پرتاب کنه و بتونیم فرار کنیم. خیلی کاربردیه، واقعا دوست دارین هیرو، پیشنهاد ویژه است. نحوه استفاده روش دوم از مهارتاش به این گونه است: ابتدا مهارت سوم رو وارد میکنیم، سپس مهارت اول به سمت دشمن یورش میبره و بعد مهارت دومش رو حالا یا میتونیم انگشت بذاریم روش به طریقه اول استفاده کنیم یا به طریقه دوم استفاده کنیم که این روش واسه کمین کردن واقعا عالیه. تقریبا اساسیان‌ها، مچ‌ها و تیراندازا رو میتونه پای در بیاره و بکشه و خیلی کاربردیه. معمولا بیشترین آیتمایی که براش میذارن همین آیتمایی که میبینید. با استفاده از این آیتما یه دمج فوق‌العاده وارد میکنید. تو تیم فایت میتونید با استفاده از یخ یا همون آیس خودتون زنده نگه دارید و اگه احیانا مردید با دوباره زنده شدن فرار کنید از دست دشمن. البته آیتمای دیگه ای هم براش میبندن معمولا که دیگه اون سلیقه‌ایه و بستگی به هیروهای مقابلتون داره که چی ببندید. دیگه خودتون باید ترکیب آیتم ها رو بفهمید و بتونید تو شرایط مختلف بهترین آیتم رو
براش ببندید. این هیرو واقعا هیروی خوبی، یعنی بهترین هیروی سال 2024 که تو موبایل لژند اومده. اگه اسکین‌های مادارا یا ساسکه یا همون براش بیاد واقعا محشر میشه. خب دوستان، یه نکته کلیدی هم بهتون بگم در مورد با همون مهارت اولشه که اگه به سمت دشمن با همون نیزه بزرگش بکشیم اگر بریم سر دشمن چند ثانیه میگیره و میتونیم مهارتامون رو وارد کنیم و اونو بکشیم. امیدوارم که این فیلم براتون مفید بوده باشه و با دنبال کردن کانال و لایک این فیلم از من حمایت کنید. خیلی ممنون دوستان، متشکرم، خدا نگهدار.